ما در جلسه گذشته درباره کتاب‌ها و اعجاز کتاب‌ها صحبت کردیم. در این جلسه می‌خوایم درباره کلمات و اعجاز کلمات صحبت کنیم. کلماتی که ما هر روزه استفاده می‌کنیم، شاید همین امروز استفاده کرده باشیم، اما باری دارن و اثری دارن که میتونه به اعجاز نزدیک باشه. حالا خواهیم دید چطور. من یکی از این کلمات رو، حالا یک کلمه‌ای که همچین توانایی بالقوه‌ای داره، در پایان جلسه گذشته معرفی کردم و اون هم کلمه پارافیلیا بود. دیدیم که در DSM-5 کلمه پارافیلیا دیگه برای یک بیماری استفاده نمیشه. اون رو مجزا کردیم از اختلال پارافیلیایی و اختلال پارافیلیایی رو به افرادی که پارافیلیا داشتن به طور بیمارگونه نسبت دادیم و گفتیم که DSM پیشنهاد میده که دیگه پارافیلیا به عنوان یک بیماری تشخیص داده نشه، بلکه به افرادی اطلاق بشه که اون حالتها و افکار و احساسات پارافیلیا رو دارن اما بیمار تلقی نمیشن که بحثش مفصل شد. این که ما یک کلمه معرفی کردیم، کلمه پارافیلیا رو معرفی کردیم و کردن در DSM چه اثری میتونه داشته باشه، چه اهمیتی داره که ما یک واژه تعریف کنیم و اون رو از اختلال پارافیلیایی جدا کنیم. به صورت کلی تعریف یک واژه، یک مفهوم به عنوان یک بیماری روانی چه تأثیری میتونه داشته باشه. یکی از کسانی که بسیار در این زمینه حرفهای مهمی داره، فیلسوف بزرگ همروزگار ما آقای یان هکینگ هستند که در سال 2023 فوت کردند. هکینگ میگه که وقتی ما یه واژه تعریف میکنیم، یک مفهوم تعریف میکنیم و اون رو در اختیار آدم‌ها قرار میدیم، به جامعه معرفی میکنیم، در واقع داریم یک نوعی از زیستن، یک نوعی از بودن رو در اختیار جامعه قرار میدیم. وقتی که این نوع تازه از زیستن در اختیار آدم‌ها قرار میگیره، آدم‌ها و جامعه اطرافشون به اون نوع خاص از زیستن واکنش نشون میدن. اون تعریف دیگه خنثی نیست، بلکه بر رفتار و رفتارهای کسانی که تحت اون تعریف و تحت چتر اون تعریف قرار میگیرن و رفتارهای جامعه‌ای که در اون گروهی تحت اون تعریف و تحت چتر اون تعریف هستند تأثیر میگذاره. بگذارید از یکی از مثالهایی که خود آقای هکینگ مفصل روش کار کرده و مفصل دربارش صحبت کرده و مقالات و کتاب‌هایی در این زمینه داره شروع بکنیم، چون مثال بسیار خوب و گویایی است. یه بیماری روانی هست، یا بهتره بگیم یه بیماری روانی وجود داشته، حالا چنان که خواهیم دید، به اسم اختلال چند شخصیتی یا Multiple Personality Disorder. این بیماری هم طبیعتاً مثل هر بیماری دیگری دارای طیفه. یعنی من توصیفاتی که از شخص Multiple Personality Disorder یا MPD یا اختلال چند شخصیتی به شما میدم، اینها خب در افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه، اما به صورت کلی این بیماران، کسانی که چون این اختلالی دارن، یک همچین حالتهایی دارن. اینا معمولاً بیش از یعنی حداقل دو و بیش از دو شخصیت مختلف دارن. مثلا یک شخصیتشون یه دختر بچه مثلا خجالتیه به اسم مریم و یک شخصیتشون مثلا یه مرد خیلی مثلا بددهنه، مثلا 40-50 ساله است، بگو به اسم حامد. این دوتا شخصیت رو این فرد داره و بین این دوتا شخصیت ها سویچ میکنه، گاهی مریمه گاهی حامده. این که پیشنهاد کردم فیلم فایت کلاب رو ببینید، چون در اون فیلم یه مثالی از همین بیماران در واقع به تصویر کشیده شده و خیلی خوب این رو تلاش میکنه که نشون میده. در بعضی از بیماران این افراد شخصیت هاشون از وجود همدیگه خبر ندارن. یعنی شخصیت مریم مثلا از شخصیت حامد و شخصیت حامد از وجود شخصیت مریم خبر نداره. وقتی که اینها از یه شخصیت به شخصیت دیگه میرن، یادشون میره که در اون شخصیت چه کارهایی انجام دادن و کجاها رفتن و یه دفعه مثلا میبینن وسط یه جایی هستن که نمیدونن کجاست، یا یه مثلا کارهایی بهشون نسبت داده میشه که نمیدونن کجاست. مثلا یک شخصیت یه فرد خیلی خجالتی یا مثلا یه خانم خیلی مأخوذ به حیاست، ولی یه دفعه میبینه که وسط یه پارتی خیلی مثلا ناجور، لباسای فلان پوشیده، داره مثلا چه کاری انجام میده و خودش هم نمیدونه که چرا اونجوری شده یا چجوری سر از اونجا در آورده. یا بعضا ممکنه مثلا افراد بهش بگن که
تو در فلان پارتی بودی یا فلان کارو داشتی میکردی یا فلان موقعیت ما تو رو دیدیم، ولی اصلا یادش نباشه چون اون کار رو در قالب شخصیت دیگریش انجام داده. منو همیشه یاد این شعر عباس قادری میندازه که گفت تو رو با رقیب من دیدن تو جاج رود، بعد گفت نه من رفته بودم سقاخونه دعا کنم، یعنی اصلا خودش هم خبری نداشته که در جاج رود بوده. یه کیس های جالبی هم در این زمینه هست، حالا شاید براتون جالب باشه. مثلا در کارولینای جنوبی در زمانی بوده که در زمانی این قانون وجود داشته که اگر زنی خیانت جنسی بکنه به همسرش، این وقتی که طلاق بگیرن دیگه از اون مزایای مالی طلاق گرفتن برخوردار نمی‌شده. بعد خب یه خانومی خیانت جنسی به همسرش کرده بوده، کارشون به طلاق میرسه و بعد اون خانوم که میخواد طلاق بگیره، خب دادگاه اولا حکم میده که ایشون به خاطر اینی که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته دیگه از اون مزایای مالی برخوردار نمیشه. اما روانشناس یا روانپزشک این خانوم میاد به دادگاه و میگه که ایشون اختلال چند شخصیتی داره و اون کسی که در واقع رفته اون خیانت رو انجام داده این خانوم نبوده، بلکه مثلا اون شخصیت دومش بوده، وگرنه ایشون که رفته بوده سقاخونه دعا کنه. در حال این کیس های جالب اینطوری وجود داره. بر بعضی از افراد اختلال چند شخصیتی این شخصیت ها از وجود هم آگاه هستند، بعضی وقتا اصلا با هم دعوا دارن، بحث میکنند و حالا طیف هست دیگه، افراد مختلف به اصطلاح بروزات مختلفی از این بیماری رو نشون میدن. کلیت رو داشته باشین برای اینکه تو ذهنتون باشه تا بریم وارد بحث این بیماری بشیم به صورت بسیار دقیق. اولین باری که این بیماری توصیف شده در سال 1791 بوده توسط یک پزشک آلمانی. ببینید 1791. بعد حالا از سال 1791 بیایم سوار یک ماشین زمان بشیم، سریع بیایم جلو به 1972. یعنی خیلی زمان زیادی رو طی کردیم، اومدیم به 1972. وقتی که به گزارش‌های پزشکی در 1972 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعداد موارد اختلال چند شخصیتی که در اون سال گزارش شده، یعنی گزارش‌ها این رو به ما میگه که در 50 سال گذشته تعداد افرادی که با این اختلال تشخیص داده شدند کمتر از 1-2 جینه، یعنی کمتر از تقریبا 12 نفر. شما بگو مثلا 10 نفر در طول 50 سال با چنین اختلالی تشخیص داده شدند. چه اتفاقی میفته؟ یواش یواش این بیماری میاد رو و یواش یواش این بیماری در جامعه آمریکا مطرح میشه. مثلا در 1980 APA یا American Psychiatric Association، همونی که DSM رو چاپ میکنه، این بیماری رو به صورت رسمی در واقع معرفی میکنه. این اختلال وارد DSM-3 میشه. حتما یادتون هست که DSM-3 در 1980 چاپ شد و در کنار این توجه جامعه روانپزشکی علمی به این مسئله، بیماری اختلال چند شخصیتی میاد وارد رسانه‌های آمریکا هم میشه. مثلا این برنامه‌های زرد آمریکایی، این شوهایی که میشینن دور هم و حرف میزنن و اینا، مثلا اپرا وینفری و اینجور چیزا، چون این مهمونایی میارن به مسائل اینا توجه میکنن، راجع به این مسئله حرف میزنن. نه تنها این اتفاق میفته، بلکه در کتاب‌ها مثلا رمان‌های جنایی راجع به اینا مفصل صحبت میشه و به اینها توجه میشه و یواش یواش اینا تو جامعه هی مطرح میشن. این بیماری هی مطرح و مطرح تر میشه. نتیجه چی میشه؟ در نتیجه اینه که یه دفعه یه اپیدمی بیماری چند شخصیتی به وجود میاد. ما شروع کردیم از اینکه که در 50 سال مثلا 10 مورد اختلال چند شخصیتی تشخیص داده بشه. وقتی که میریم به سال 1986، در 1986 6,000 مریض اختلال چند شخصیتی ثبت شده بودن. 6,000 مریض. از چند سال میایم جلو، در 1992 تقریبا میگن هر شهری از امریکا رو که شما دست میذاشتید، هر شهری که سایز معقولی داشته باشه در آمریکا دست میذاشتید، صدها بیمار اختلال چند شخصیتی در اون شهر بودن. نه تنها این اتفاق میفته، کار به جای میرسه که اصلا مراکز درمانی مخصوص مثلا این افراد برای درمانشون یا بستریشون
تشکیل میشه. یه اپیدمی عجیب و غریبی در آمریکا اتفاق میفته برای بیماران اختلال چند شخصیتی و کسانی که چنین بیماری یا اختلال روانی داشتن. جالبه که همون زمان در اروپا ما همچین چیزی نداریم. تنها جایی در اروپا که میگن همچین حالا مشابه روند اپیدمی تا به وجود میاد هلنده. تنها جایی که میگن همچین چیزی به وجود میاد هلنده که در هلند میگن علت این که این مسئله به وجود میاد رابطه است که روانپزشکان هلندی با روانپزشکان آمریکایی داشتن. حالا من وارد اون بحث نمیشم. نکته ای که هست اینه که چنین اپیدمی بیشترین تمرکزش و جایی که اتفاق میفته در کشور آمریکاست و به اصطلاح گستره جغرافیایی بسیار محدود. اما این انفجار تعداد بیماران تنها اتفاقی نیست که برای بیماری اختلال چند شخصیتی میفته. چه اتفاق دیگه ای میفته؟ تعداد شخصیت‌های این افراد هم زیاد میشه. در ابتدا بیماری چند شخصیتی معمولاً با 2 یا 3 تا شخصیت معرفی میشده. یعنی کسی که اختلال چند شخصیتی داشته 2 یا 3 تا شخصیت داشته. وقتی که ما میرسیم به این اپیدمی اختلال چند شخصیتی، در بعضی از مطالعات بیماران به طور متوسط، دقت کنید، به طور متوسط 25 شخصیت نشون میدادن در بعضی از مطالعات. یعنی تعداد شخصیت ها به شدت میره بالا. نه تنها این اتفاق میفته بلکه مطالعه بیشتر روی این موارد و به اصطلاح مداقه برای اینکه بفهمن بالاخره علت این بیماری چیست و علت این اختلال روانی چیست، یک رابطه بسیار قوی پیدا میشه بر اثر این مطالعات بین مورد تجاوز قرار گرفتن خصوصا توسط افراد خانواده در کودکی و ایجاد اختلال چند شخصیتی. یعنی میبینن تعداد بسیار زیادی از کسانی که اختلال چند شخصیتی دارن گزارش تجاوز در کودکی میدن به خودشون. خب نکته مهمی که اینجا باید حتما راجع به این مسئله اشاره کنیم اینه که یک خصوصیت دیگه‌ای که در مورد بیماران چند شخصیتی به شدت مشاهده میشه و ثبت میشه اینه که اینا بیمارانی هستن به اصطلاح انگلیسیش ساجستیبلن. یعنی اینی که به راحتی یه چیزی رو باور میکنن، به راحتی هیپنوتیزم میشن، به راحتی ممکنه حتی خاطرات مجعولی برای خودشون ایجاد بکنن و اون خاطرها رو واقعا باور داشته باشن. لذا گزارش هایی که برای تجاوز جنسی اینها میدادن گزارش هایی بوده که یکی از شخصیت های اینها میداده و در واقع آمار تجاوز جنسی رو بر اساس گزارش هایی که خود این آدم ها داده بودن که بله مثلا به ما در بچگی هم چون این تجاوزی شد ثبت میکردن و در بعضی از این موارد خب مشخص شد که اصلا همچین گزارشی نبوده. حالا بقیه‌اش هم شما باید این رو حتما در نظر بگیرید که این افراد چون این خصوصیتی داشتن خیلی سریع یه مسئله رو ممکن بوده که باور بکنن. هر چی که بود به هر حال این علت برای بیماری چند شخصیتی خیلی بارز شد که کسی دچار اختلال چند شخصیتی میشه احتمالاً که در دوران کودکیش مورد تجاوز جنسی خصوصا از طریق خانواده‌اش قرار گرفته باشه. یعنی یک علت هم برای این بیماری پیدا شد. نکته جالبی که اتفاق افتاد این بود که ما ابتداعاً این بیماری رو خب معرفی کردیم به جامعه، تعداد بیمارا بیشتر شد، بروزات بیمارگونی بیماران هم همونجور که دیدیم تشدید شد یا حتی در بعضی موارد متفاوت شد و بعد این آمد در مرحله بعد اصلا بر کتاب‌های پزشکی تاثیر گذاشت. یعنی در منابع پزشکی توصیفی که از بیماری چند شخصیتی داده میشد حالا یه توصیف دیگری بود. مثلا اگر در قبل میگفتن یه بیماری چند شخصیتی 2-3 شخصیت داره، الان ممکن بود بگن که مثلا 25 شخصیت داره. آمار اصلا عوض شده بود. مثال جالبش در DSM-3 مثلا در DSM-3 در 1980 ما میبینیم که تعریف بیماری اینطوری که شخصیت هایی که فرد نشون میده باید حتما شخصیت های شکل گرفته و شخصیت های پیچیده باشن.
وقتی میایم به DSM-R یعنی ریویژن و به اصطلاح بازنگری در DSM-3 که در 1987 چاپ شده، می‌بینیم که این شرط تعدیل میشه. دیگه این شخصیت‌ها لازم نیستش که کاملا شکل گرفته و شخصیت‌های پیچیده‌ای باشن و به این ترتیب راه باز میشه برای تشخیص افراد بیشتر با این اختلال. در همون زمان خب این اپیدمی خیلی عجیبه دیگه. افراد زیادی، حالا نگم افراد زیاد، بعضی از روانپزشکان شروع میکنن مقاومت کردن، میگن نه اصلا این یک بیماری نیست، این برساخته به اصطلاح مدیا هست، رسانه هست، این واقعا یک بیماری حقیقی نیست و شروع میکنن مقاومت کردن. خب در مقابل افرادی که میگفتن نه این یک بیماری حقیقی نیست، یک گروه دیگری برآمدن که اینا مدافع مثلا حقوق افراد اختلال چند شخصیتی بودند و این افراد میگفتن که شماها دارید با این حرفایی که میزنید در واقع یک گروهی که اینها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن در بچگیشون واقعا یک بیماری حقیقی دارن، شما اینها رو دارید بهشون ظلم میکنید، رنجشون رو نادیده میگیرید، اصلا میگید شما بیمارم نیستید. لذا یک جنگ خیلی حالا بگم احساسی یا حیثیتی یا اخلاقی حرفه‌ای شما بگو در اینجا اتفاق افتاد که حالا اینجا آقای حکیم تحلیل جالبی هم داره، میگه اون کسانی که مخالف بودن با بیمار بودن این افراد، خیلی هاشون اینها روانپزشکان مردی بودن که در قله مثلا اون کار خودشون یا جای خودشون قرار گرفته بودن. بسیاری از افرادی هم که از بیمار بودن این افراد حمایت میکردن، اینا ممکن بود مثلا مددکار اجتماعی باشن، پرستار باشن، کسانی که اتفاقا مستقیم افراد درگیر بودند و ارتباط داشتند. لذا یه جنگ حالا بگیم قدرتی هم اینجا شاید اتفاق میفته. به هر حال یه مقاومت هایی شد. باز بر اساس این مقاومت ها، حالا بگیم مطالعات، بگیم هر چی شما میخواید اسمشو بذارید، در DSM-4 باز تشخیص بیماری اختلال چند شخصیتی تغییر پیدا کرد. اصلا کلا اسمش هم عوض شد، یعنی گفتن که این بیماری رو بهتره که اسمشو عوض کنیم، از این لغت پرسونالیتی یا شخصیت اصلا دوری کنیم و اسمشو بذاریم دیسوسییتیو آیدنتیتی دیزوردر. باز در DSM-5 تشخیص عوض شده و داستان عوض شده که دیگه وارد نمیشم. مقالات خیلی زیاد و مفصلی هستش که اینها چه تغییرات دقیقاً چی بوده، چه جوری اتفاق افتاده. اما ماحصل حرفی که میخوام به شما بگم این نکته آقای هکینگ. قبل از اون بگم که این اپیدمی الان دیگه تموم شده، یعنی ما اصلا دیگه اون تعداد بالای بیماران اختلال چند شخصیتی رو نداریم و گفتم مثلا اسم بیماری هم کلا عوض کردن. ولی حالا نکته‌ای که میخوایم بگیم که این نکته کلیدی آقای هکینگ برای مطرح کردن این سواله اینه که شما یه اسمو به اسم بیماری اختلال چند شخصیتی اومدی در روانپزشکی مطرح کردی و بعد این توسط رسانه، توسط فیلم، توسط کتاب در اختیار جامعه قرار گرفت و به یه ترتیبی جامعه از این آگاه شد و بهش حساس شد. اینی که شما این واژه و این مفهوم رو در اختیار جامعه قرار دادی، در واقع یه نوعی از زیستن در اختیار جامعه قرار دادی. بعضی افراد هستن که میتونن به عنوان یک بیمار اختلال چند شخصیتی زندگی کنن و به اون منظور رفتار کنن. اینی که شما چون این اسمی رو بر این افراد گذاشتی خنثی نیست. یا افراد دوست دارن که اونطور باشن، یا افراد دوست ندارن که اونطور باشن، یا دوست دارن که تحت اون اسم قرار بگیرن، یا دوست ندارن که تحت اون اسم قرار بگیرن. این باعث میشه که رفتار آدم‌ها تغییر کنه. اونهایی که دوست ندارن تحت اون اسم قرار بگیرن، رفتارشون رو جوری تغییر بدن که تحت اون اسم قرار نگیرن. اونهایی که دوست دارن تحت اون اسم قرار بگیرن، رفتارشون رو جوری تغییر بدن که تحت اون اسم قرار بگیرن. ماحصل تمام اینها و البته واکنش جامعه به اون افراد و واکنش جامعه به اون اسم و به اون مفهومی که در اختیارش قرار گرفته اینه که اون مفهوم و اون اسم، اون چیزی که ماهیت اون مفهوم و اون اسم هست، در نتیجه تغییر میکنه. یعنی شما یک اسم دارید، یک کسی که به اون اسم موسوم شده، اسم گذاری باعث تغییر در رفتار این فردی میشه که به اون اسم موسوم شده و در برگشت این تغییرات رفتاری و این تغییرات نگاه باعث میشه که اون اسم مفهومش و ماهیتش عوض بشه. هکینگ به این میگه لوپینگ ایفکت
یا اثر دوری. هکینگ یه بحث مفصلی داره در اینی که این اسمها چگونه به وجود میان، ریشهشون کجاست، چه مکانیزم هایی در جامعه وجود داره. این بحث رو من خیلی مفصل سر کلاسای دیگه بحث میکنم، اینجا ولی فرصت نمیکنم که مفصل بحث کنم، فقط چند تا اشاره کوتاه میکنم به این مسئله که ببینید که چطور یه همچی چیزی ممکنه به وجود بیاد. مثلا هکینگ یه مثالی میزنه، از نظر هکینگ مفهوم چاقی افراطی یا اوبیس بودن به واژه انگلیسیش، چاقی بیمارگونه، این یک مفهومی است که دارای چنین اثر دوری است. چگونه دارای اثر دوری است؟ اصلا ببینید مفهوم چاقی اول چگونه به وجود میاد. هکینگ میگه شما وقتی مفهوم چاقی رو میخواید به وجود بیارید، اول شروع میکنید اندازه گرفتن، یه چیزی رو اندازه میگیرید، مثلا وزن آدم ها رو، یا آدم هایی که مثلا وزنای زیادی دارن، بعد میاد یک خطی میکشید یه جایی، میگین آقا از اینجا هر کی بیشتر بود، مثلا بی ام آی هر کی بالای فلان عدد بود، این آدم دچار چاقی افراطی. بعد میاید یک سری روابطی پیدا میکنید برای این چاقی افراطی با چیزهای دیگه. مثلا میگین کسی که چاقی مثلا افراطی، حالا من واقعتش نمیدونم واژه خوبی است، اوبیسیتی یا چاقی زیاد یا چاقی بیمارگونه، کسی که چاقی بیمارگونه داره، این مثلا شانس ابتلاش به بیماری‌های قلبی انقدر بیشتره، یا این فرد مثلا اینقدر اثرات دیگه در مثلا فرض کنید افسرده تره. یه سری روابط شروع میکنید بین این واژگان و چیزهای دیگه پیدا کردن. بعد یه سری آدم تحت اون تعریف قرار میگیرن، اینا شروع میکنن واکنش نشون دادن. یه سری هم اکسپرت وجود دارن. اکسپرت یعنی کسانی که متخصص مثلا چاقی شناسی هستن، وزن شناسی، مثلا دکتر تغذیه هستن، مثلا دکتر قلب و روح هستن. اما فقط اینا نیست، مثلا مجری فلان شبکه تلویزیونیه، مثلا مربی ورزش فلان باشگاه است. یعنی تمام این کسانی که مثلا صفحات اینستاگرامی تاثیرگذار دارن، یا مثلا از طرف سازمان ملل یا از طرف سازمان فلان این خانم بازیگر یا آقای بازیگر شده مثلا سفیر چاقی، میگه اینها هم نقش اکسپرت رو بازی میکنن. کسانی هستن که به جامعه میگن حرف صحیح درباره چاقی چیه. اینها شروع میکنه با هم دیگه واکنش دادن. حالا او 10 تا موتور تعریف میکنه اینجا که این 10 تا موتور چگونه با هم کار میکنن، بازیگرا در این نقشه چی هستن. ولی فی المجموع شما میبینید که برهمکنش عناصر مختلف و واکنش به این تعریف ها، تصمیم هایی که ما برای خطوطی که در جاهای مختلف میکشیم میگیریم، فی المجموع مفهومی رو تعریف میکنه که بعد روی رفتار ما اثر میذاره. مثلا افرادی ممکنه که دوست نداشته باشن در دسته اوبیس یا چاقی بیمارگونه قرار بگیرن، اینو ممکنه برن بیشتر ورزش کنن یا حتی مثلا معدهشون رو جراحی کنن که از این دسته خارج بشن. بعضی افراد ممکنه که اوبیس یا چاقی بیمارگونه تلقی بشن، اما اینا بیان گروه حمایتی تشکیل بدن، بگن کی گفته چاقی زیادی اصلا بیماریه، ما اصلا بیمار نیستیم، شما بیخود ما رو بیمار تلقی کردیم و قص الهازا. و این باعث میشه که اصلا مفهوم چاقی بیمارگونه در جامعه یه مفهومی باشه که دائما در نوسان، دائما در تغییر، دائما معنیش عوض میشه. و همین خاطره که هکینگ معتقده این انواعی که دارای لوپینگ افکت هستند، اینها اهداف متغیر، اهداف متحرک، یا به تعبیر او مووینگ تارگت هستند. چاقی بیمارگونه از دید هکینگ، یا مثلا مولتیپل پرسونالیتی دیزوردر، اختلال چند شخصیتی، از دید هکینگ یه چیز ثابت نیست، بلکه یک مفهومی است که ماهیت متغیر و ماهیت سیالی داره، یک جا وا نمیسته. شما هر وقت که بخوای بری بگیریش، همین که شما میری بگیریش علتی میشه که او تغییر کنه و تبدیل به چیز دیگری بشه و عوامل دیگه. حالا این بحث رو اینجا جمع کنیم، بریم چند تا مثال بزنیم. حالا مکانیزم ها رو گفتم خیلی مفصل تر میشه بحث کرد، اما من میخوام چند تا مثال بزنم به شما که بتون نشون بدم این اثر دوری الزاما در مورد بیماری های روان نیست، بلکه مفهومی است که کلا کلمات، اثری است که کلا کلمات و مفاهیمی که ما باشون درگیر هستیم میتونن داشته باشن. و به همین دلیل این بحث رو شما باید تعمیم بدید به خیلی دایره بسی گسترده تر از بیماری های روان. یه مثال به شما بزنم. مثلا این ایده رو ما همه شنیدیم، توی هر روز شاید باهاش درگیر هستیم تو فضای مجازی، که آدم‌ها خودشون رو منسوب میکنن به یه ماهی و فکر میکنن که ماه تولدشون خصوصیت‌های اخلاقی خاصی بهشون میده. مثلا من
یه مهرماهی مهربون هستم، من یه دیماهی مغرور هستم. و اینو اصلا به عنوان شخصیت خودش میذاره بالای اینستاگرامش، اعلام میکنه این رو. خب این ایده که آدم هایی که همه در یک بازی زمانی به دنیا اومدن، مثلا در یه فصل یا یه ماهی به دنیا اومدن، با ژنتیک های مختلف، با تربیت های مختلف، اینا همه یه خصوصیت های اخلاقی خاص داشته باشن، به نظر من لااقل بسیار ایده احمقانه ایه. اما میخوام به شما بگم که اثر دوری به ما میگه که واقعا ممکنه این اتفاق بیفته و واقعا ممکنه مهرماهی‌ها مهربون و دیماهی‌ها مغرور بشن. چطور؟ شما تصور کنید اگر جامعه یواش یواش انقدر این بهش تلقین بشه، انقدر تو تلویزیون بهش بگن، انقدر تو اینستاگرام بگن، انقدر مثلا کارشناس طب فلان مثلا بیاد و بگه این رو، خب یواش یواش مردم باور کنن که یه همچی چیزی هست، این نام رو بر خودشون بپذیرن. مهرماهی ها نام مهرماهی مهربون و دیماهی ها نام دیماهی مغرور رو بر خودشون بپذیرن. چه اتفاقی میفته؟ یواش یواش واقعا شما میبینی مهرماهی ها مهربون و واقعا میبینی دیماهی ها مغرورن. اصلا میتونی رابطه برقرار کنی، حتی به لحاظ آماری هم این رو تست بکنی. میخوام به شما بگم اثر دوری میتونه چقدر موثر باشه و یه مفهومی که اصلا هیچ پایه‌ای نداره تبدیل به یه مفهوم واقعی کنه. حالا من یه مثال خیلی اغراق‌آمیز زدم، برگردم به روانپزشکی، مثالهایی که خب طبیعتاً از این جنس نیستن، اما توجه شما رو میخوام جلب بکنم. توجه شما رو میخوام جلب بکنم به ADHD. الان شاید شما در اطراف خودتون افراد زیادی رو داشته باشید که اینا در بزرگسالی براشون تشخیص ADHD داده شده. حالا شاید مثلا فامیلی، دوستی، کسی. ما البته باز اینجا تاکید میکنم، من نه بحث پزشکی میکنم، نه بحث تشخیص میکنم، نه بحث درمان، ما اینجا بحث فلسفی داریم میکنیم. اما بحث فلسفی رو به ادامه بدیم ببینیم چه جوریه. نمیخوام اگر کسی بیمار ADHD هست به پزشک مراجعه کنه، اما بحث فلسفی رو پی بگیریم. ببینید شما برای یک کسی در بزرگسالی ADHD تشخیص داده میشه، وقتی میشینی باهاش حرف میزنی شروع میکنه تمام اتفاقاتی که از مثلا جوونیش تا الان بوده، تمام حالتهایی که داشته، همه رو باز تفسیر میکنه در قالب اون ADHD که براش تشخیص داده شده و بسیاری از رفتارهای فعلیش رو هم میذاره به حساب ADHD و اصلا یواش یواش ببینی اصلا یه آدمی ممکنه اصلا یه آدم دیگری بشه با همین نام. همین رو شما بگیرید به عنوان افسردگی به عنوان یک بیماری، همین رو شما بگیرید به عنوان اوتیسم. وقتی شما مفهوم اوتیسم رو در اختیار جامعه قرار میدید و سفرای اوتیسم میان هی مفهوم رو در جامعه تبلیغ میکنن، این چه اثری ممکنه داشته باشه با توجه به مفهوم اوتیسم و پارافیلیا که مثلا در جلسه قبل مثالش رو اشاره کردیم. یک چیزی که باز مثالی است که داخل روانپزشکی، روانشناسی هست و نیست. برای خود من مثال خیلی جالب و مهمی است به نظر من، مثال نسل زد. این اصطلاح نسل زد، میدونید که نسل زد یه چیزی نیست که فقط ماها بگیم، خارجی‌ها میگن، یه اصطلاح جهانی است. من یه مقاله‌ای دیدم در اکونومیست، اگه اشتباه نکنم سال 2019 چاپ شده بود. ببینید اکونومیست ژورنال علمی نیست، اما یه ژورنال بسیار معتبر، از بهترین مجله‌های جهانی است. عنوان این مقاله چیه؟ عنوان این مقاله این بود که اینجور که تو ذهنم هست: نسل زد افسرده، مضطرب و نگران امتحان است. یه همچی چیزی. ببین شما وقتی یه نسل زد تو تعریف میکنی، بعد میای حتی در سطح رسانه‌ای مثل اکونومیست یه سری اخلاق و رفتار به این نسل منتسب میکنی، خودتون در ذهن خودتون یه شبیه سازی و یک مدل سازی بکنید و ببینید که این اثر دوری چه اثراتی میتونه بر رفتار اون نسل داشته باشه و بعد رفتار اون نسل چه اثری میتونه داشته باشه بر این مفهوم نسل زد که باهاش مرتبط هستیم. خب برگردیم به هکینگ و ایده اثر دوری. هکینگ میگه اثر دوری به این معنا نیست که اون چیزهایی که اثر دوری دارند واقعی نیستن. اصلا هم چیزی نمیخواد بگه. یعنی میگه من وقتی میگم بیماری روانی دچار اثر دوری میشه، نمیخوام بگم بیماری روانی واقعی نیست، بلکه میخوام به شما بگم بیماری روانی از یه نوع و جنسی است که من بهش میگم نوع انسانی. نوع انسانی
نوع انسانی در مقابل چه نوعی؟ نوع انسانی در برابر نوع طبیعی. البته این دوگانه‌ای که به شما میگم در کارهای بعدی، یعنی اواخر کارهای هکینگ به سمت جلو که میام، یه مقدار این دوگانه کمرنگ میشه به دلایل خیلی تخصصی. حالا این فعلا اون رو بذاریم کنار، ما روی این دوگانه تاکید کنیم چون مفهومی که میخوایم برسونیم با تاکید بر این دوگانه بهتر رسونده میشه. نوع طبیعی چیست؟ نوع انسانی چیست؟ باز اینکه نوع طبیعی چیه، من براتون یه مقاله گذاشته بودم، مقاله مدخل دانشنامه استنفورد، که این مدخل به صورت خاص مهمه چون نویسندش آقای الکساندر برت هست، صاحب کرسی برتراند راسل در دانشگاه کمبریج، فیلسوف درجه 1 همروزگار ما. واقعا خب تخصصش هم همین نچرال کاینز هست، یکی از تخصصهاش همین انواع طبیعی یا نچرال کاینز هست و خوندن اون مقاله خب طبیعتا لطف خودش رو داره. اگه دوست داشتید تخصصی راجع به این بحث بفهمید و بیشتر بدونید، برید اون مقاله رو بخونید. اما به صورت کلی من با چند تا مثال به شما بگم نوع طبیعی چیست. مثلا نوع طبیعی اتم، مثلا اتم طلا. شما یه اتمی در طبیعت دارین، این طلاست. طلا شما اسم میذاری روش، حتی ممکنه ازش تعریف بکنید، مثلا بگید که این چقدر چیز خوبی بود یا مثلا چقدر زیباست، یا مثلا خواصشو پیدا کنید، اسمای مختلف بذارید، در فرهنگ‌های مختلف دوستش داشته باشید یا بدتون بیاد ازش، ممکنه بگید چرک کف دسته، هر چیزی. اما اون اتم طلا شما هر اسمی روش بذارید هیچ اهمیتی نمیده، اون اتم طلاست و خصوصیت‌های خودشو داره، اصلا غافل از اینی که شما چه اسمی روش گذاشتید. اتم طلا یک نوع طبیعی است که در شیمی بحث میشه. باز یه مثال دیگه، مثلا گونه‌های مختلف گیاه یا حیوان، اینا انواع طبیعی هستن. مثلا حالا چه میدونم، گیاه مثلا فرض کنید گلپر، هراکلیوم پرسیکوم. این جالبه به شما بگم که این پرسیکومش هم از همین پرشیا کشور ما ایران آمده. خب هراکلیوم پرسیکوم، شما یه گیاهی رو میبینید مثلا اطراف تهران هم هست، شما میرین کوههای اطراف تهران، اسمشو میذارید گلپر، بعدم بهش میگین هراکلیوم پرسیکوم. گیاه گلپر اهمیتی به این نامگذاری شما نمیده، همچنان زندگیشو میکنه. انواع طبیعی اثر دوری درشون دیده نمیشه. اما در انواع انسانی چنان که مفصل بحث شد، ما اثر دوری میبینیم. حالا اینجا میخوام یه نکته رو تاکید بکنم که در بخش طرح مسئله بهش برمیگردیم و شما در این باره وارد میدان خواهید شد و خودتون فلسفه ورزی و اندیشه ورزی خواهید کرد. چیزی که میخوام بگم اینه، ببینید یکی از چیزهای مهم، عناصر مهم از ستونهای اساسی که ماهیت علمی رو مشخص میکنه، موضوع اون علمه. اگر ما بگیم که یک تفاوت ماهوی وجود داره بین روانپزشکی و علوم طبیعی و اون تفاوت ماهوی هم اینه که روانپزشکی داره انواع انسانی رو بررسی میکنه و علوم طبیعی دارن انواع طبیعی رو بررسی میکنن، اون وقت شاید نتونیم دیگه روانپزشکی رو به عنوان بخشی از پزشکی طبیعی، بخشی از علوم طبیعی بدونیم و شاید مجبور بشیم که اون رو نزدیکتر به علوم اجتماعی یا حتی علوم انسانی بدونیم. این بحثی است که بهش برمیگردیم. اما قبل از اون که به این بحث برگردیم، ببینیم که چطور میشه با ایده هکینگ مخالفت کرد. افراد چه حرفهایی زدند ضد ایده هکینگ؟ یکی از دسته حرفهایی که زده شده که من چند مثالش هم برای مطالعتون گذاشته بودم، اینه که بگن آقا اینطور نیست که انواع طبیعی اثر دوری نداشته باشن و در واقع میخوان بگن تفاوت واقعی بین اون چیزی که بهش میگیم نوع انسانی و بین اون چیزی که میگیم نوع طبیعی وجود نداره. انواع طبیعی هم اثر دوری دارن، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. خب چه مثال هایی زدن؟ من مثلا چند تا مثالشو براتون بزنم. یه مثالش اینه، مثلا شما گیاه شاهدونه یا مثلا گیاه کانابیس رو در نظر بگیرید. خب این گیاه کانابیس گیاهی که ازش حشیش و ماریجوانا میگیرن دیگه. حشیش میدونید از صمغ گیاه شاهدونه گرفته میشه و ماریجوانا در واقع خشک شده برگ و گل گیاه شاهدونه هست. خب گیاه شاهدونه یه ترکیبی از چیزهای شیمیایی داره
ما میایم اسمی میذاریم برای این گیاه شاهدونه. چه اسمی میذاریم؟ بهش میگیم این گیاه مخدر غیر قانونی است. چه اتفاقی میفته؟ آدم‌ها دیگه نمیتونن این رو بیان از طبیعت مثلا شاید جمع بکنن بکارن، مجبورن برن توی گلخونه‌های مخصوص در جاهای مثلا سربسته مخفی، شاید زیر مثلا شیروونیشون این گیاهو بکارن و این باعث میشه که ترکیبات شیمیایی گیاه شاهدونه اصلا کلا عوض بشه، ترکیباتش بره بالا، بالا پایین. ما یه اسمی گذاشتیم روی گیاه شاهدونه، یه تغییری اتفاق افتاد و اون اسم گذاری باعث شد گیاه شاهدونه تغییر کنه. خب آیا این واقعا مثال خوبی است از اثر دوری؟ آیا ایده هکینگ رو اینجا می‌بینیم؟ من شخصا فکر می‌کنم این مثال خوبی نیست. مثال‌های دیگه‌ای هم از زدن. بله، یه مثالی که یه مقداری شاید از این مثال بهتر باشه، مثال گونه‌های حیوانی است. مثلا فرض کنید یه گونه‌ای ما داریم به اسم کنیس لوپوس. کنیس لوپوس گرگ. این گرگو یه زمانی نزدیک 15 تا 40 هزار سال پیش اجداد ما آدم‌ها تصمیم گرفتن اسمشو دیگه گرگ نذارن، بذارن سگ خونگی، مثلا اینو اسمشو مثلا بذارن گرگی و اینو بیارن توی اون قبایل خودشون به اصطلاح حیوان اهلیش کنن. خب یواش یواش شما میبینید در طول هزاران سال گرگ بنده خدا مثلا تبدیل میشه به حیوانی مثلا سگ پودل یا این سگای مثلا سوسیسی. در واقع کنیس لوپوس تبدیل میشه به کنیس فامیلیاریس یا سگ خانگی. باز ما میبینیم که کسانی میبینیم یه اسمی گذاشتن رو چیزی و اون اسم گذاری باعث تغییر نوع طبیعی که در اینجا یک گونه طبیعی باشه شده. آیا باز اینجا مثال خوبی است که زدن؟ من شخصا دوست ندارم این مثالا رو، یعنی فکر میکنم که اینها واقعا اون روح اثر دوری هکینگ رو در خودشون نشون نمیدن و مثالهای خیلی درستی نیستن و اون عنصری که در اینجا وجود نه، اولا که همه اینا باز دست انسان درشون دخیله، غیر از اون که اون عنصری که درش نیست فهم خود اون موضوع، خود اون نوع از نام و واکنشش به اون نامه که فکر میکنم در این اسامی جاشون خالیه و این مثالها لذا به نظر من لااقل شخصا مثالهای خوب و قانع کننده ای نیستن. اما خب من دو نمونه از این مقالات رو براتون گذاشتم که اگر دوست داشتید خودتون مطالعه کنید و ببینید که آیا شما قانع میشید یا نه. اما یک راه بسیار مهم دیگه هم برای مقاومت در برابر اثر دوری و در واقع نجات روانپزشکی از اینی که یک علم اجتماعی باشه، یک علم انسانی باشه و دوباره بردنش به بستر علوم طبیعی وجود داره. و اون چیه؟ اون اینه که ما بگیم آقا جون این بیماری های روانی به نظر میاد نوع انسانی هستند اما در واقع نوع طبیعی هستند. بیماری های روانی در واقع اختلالات بیولوژیک و اختلالات مغزی هستند که ما بروزاتشون رو داریم میبینیم. اون بروزاتی که تغییر میکنه، اما اون اختلال که در سطح بیولوژی و در سطح مغز داره اتفاق میفته اون اصل بیماری روانی است و اون چیزی است که ما در روانپزشکی باهاش طرفیم. اینجا دقت کنید که چنین روی کردی طبیعتاً DSM رو نمیپسنده. طبیعتاً روی کرده DSM که اصلاً به علت کار نداره و صرفاً داره به سیمتوم، صرفاً داره به علامت دقت میکنه، طبیعتاً روی کرده مطلوب او نیست. او میگه ما باید به علت‌ها بپردازیم، به اون علت‌های بیولوژیکی که در واقع اصل بیماری هستن بپردازیم. و اصلا علت اینی که بیماری روانی به نظر میاد از نظر این کسی که داره این حرفو میزنه به نظر میاد اثر دوری داره، اینه که ما داریم به چیز اشتباهی نگاه میکنیم و کاراکتریزاسیون و شخصیت بندی اشتباهی به بیماری روانی دادیم. DSM در واقع کار خراب کرده و ما اگر نگاهمون رو به بیماری روانی تغییر بدیم و نگاه زیست شناختی تری داشته باشیم، اون وقت میتونیم بیماری های روانی رو در درجه اول و روانپزشکی رو در درجه دوم از اینی که از بستر علوم طبیعی خارج بشه نجات بدیم. خب این دقیقاً بحثی است که ما در جلسه بعدی مفصل خواهیم انجام داد. آیا ما میتونیم بیماری های روان رو فرو بکاهیم به بیماری های مغز؟ آیا بیماری های روانپزشکی همون بیماری های مغزی هستند؟ آیا بیماری روان همون بیماری مغزه؟ این رو در جلسه بعد مفصل درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. جواب کوتاهش اینه که چنین فروکاستنی امکان پذیر نیست، اما جواب بلندش
باشه طلبتون رو این زمان بگذار تا وقت دیگر. اگر سوالی هست من در خدمت دوستان هستم. در مورد اینکه شما فرمودید این اصطلاحاتی که مثلا به کار برده شده اینا از نظر فلسفی میشه همون فلسفه زبان که میشه این گزاره ها رو بعد چیز کردن، تعریف کردن و این گزاره ها و این اصطلاحات باعث شده که این شبهات در علم پزشکی و در روان پزشکی و علوم اجتماعی به وجود بیاد. حالا نظر بنده بود. خیلی ممنونم از نظرتون، محبت کردید که به اشتراک گذاشتید. خانم سیگارودی در خدمتتون هستیم. سلام، خیلی ممنون. من یه شاید بیشتر کامنت یا بیشتر تو سوال میخوام ببینم چقدر اهمیت داره که ما هی بیایم بگیم که حالا این کاتگوریزیشنی که ما میکنیم اثرش چیه. خب معمولا در مورد آدم ها که مشخصه چون ایجنسی دارن، خب میتونن تاثیر بذارن. حالا در مورد گیاه و گل و نمیدونم سگ و اینا هم اونا ایجنسی ندارن. ما کلا به عنوان انسان هدف ما مدل کردن دنیاست. حتی در علوم فیزیک هم کار ما همینه. وقتی ما مدل میکنیم به این معنی است که یک سری پارامتر تعریف میکنیم. خب این مدل کردن فی نفس باعث میشه که ما وقتی سری پارامتر تعریف کنیم هر چی باهاش نخوره بفهمیم که اوکی کاتگوریمون رو عوض کنیم. علم فیزیک به نظر من یکی از مثالای خوبه. ما تا مدت‌ها با فیزیک نیوتن خوشحال بودیم، یعنی یه چیزایی براش تعریف کرده بودیم و زندگیمون رو می‌کردیم تا موقعی که یه آزمایشی انجام شد و نوری در اومد و فکر کردن آی این چرا جواب نمیده. بعد فیزیک کوانتومی رو گفتن خب بس یه کاتگوری دیگه لازم داریم. کلا مدل کردن همینه دیگه، یعنی تا زمانی مدل ما خوب است که مثال نقضی پیدا نشده. پیدا شد میایم میشینیم فکر میکنیم که چیکار بکنیم. حالا در مورد کاتگوریزه کردن آدم ها و حالا بیماری ها هم همینه. یعنی مثلا اتفاقا مثالی که خود حکیم میزنه فرضاً در زمینه اوتیسم. خب شما اول یه کاتگوری بزرگی دارین میذارین اینا همه رو میکنین تو این کیسه اوتیسم. بعد اون وقت میفهمین که یه گروهی هستن های پرفورمینگ اوتیستیک، اونم یکم فرق داره، یعنی یکم ریسر میکنین اون مسئله کاتگوری. من خیلی مشکلی در این نمیبینم که انقدر بحث در موردش ایجاد شده باشه. میخوام ببینم برای چی انقدر این بحث برانگیزه. خیلی ممنون از سوالتون و سوال بسیار خوبیه. این مسئله به این دلیل بحث برانگیزه که ما نسبت به علم صرفاً رویکرد پراگماتیک یا رویکرد عملگرا یا رویکرد سود محور نداریم. به نظر میاد که یکی از چیزهایی که ما از علم میخوایم اینه که جهان رو به ما نشون بده، شناخت نسبت به جهان به ما بده. خب در علوم طبیعی به اصطلاحی که دارن میگن وقتی شما یک نوع طبیعی مطرح میکنید، ببخشید من اول اصطلاح انگلیسیشو به کار میبرم و بعد فارسیشو میگن carving nature at its joints، یعنی شما طبیعت رو بیای همون جوری که طبیعت به اجزا تقسیم میشه همون جور به اجزا تقسیم کنی. مثلا وقتی که ما یه اتمی کشف میکنیم، یک پروتون و نوترونی مثلا کشف میکنیم، یک مولکول حتی در شیمی آلی کشف میکنیم، احساس میکنیم یک چیز تازه‌ای درباره واقعیت‌های جهان طبیعت فهم. اینجور نیستش صرفا نگاه پراگماتیک داشته باشیم بگیم ما یه مدلی میخوایم که از یه جایی بریم به یه جای دیگه. یه مثال خوبی براتون بزنم. ببینید در وقتی که نجوم جدید آمد، یعنی اومد نجوم جدید جایگزین نجوم بطلمیوسی بشه یواش یواش، در ابتدای امر نجوم بطلمیوسی، نجوم قدیم برای راهیابی کشتی‌ها اتفاقا خیلی بهتر از نجوم جدید بود. یعنی نجوم قدیم داشت کار میداد به لحاظ عملی. درسته مثال‌های نقضی بود، تلاش‌هایی برای تغییر نگاه بود، اما مسئله اینه که واقعا اینطور نبود که ما فقط بگیم که آقا ما ستاره ها رو می‌خوایم بشناسیم برای اینکه کشتیمون رو مثلا ببریم به فلان جا. ما به نظر میاد که واقعا می‌خوایم بدونیم که آیا این ستاره ها مثلا در صفحات ثابتی حرکت میکنن و در یک مثلا دایره میچرخن یا نه مثلا جور دیگری است. لذا این اولین پاسخ به سوال شما که اهمیتش اینه که ما صرفاً
نگاه پراگماتیک به علم نداریم. حالا چرا این در مورد اثر دوری مهمه؟ ببینید اگر ما این رو در هکینگ خودش این رو معتقده که متغیر بودن یک مفهوم به این معنا نیستش که اون مفهوم غیر واقعیه. اما میخوام در مورد مثلا اوتیسم که شما مثال زدین بگم که نگاه هکینگ چه تفاوتی میکنه با این نگاه شما. شما نگاهتون، حالا مسئله پراگماتیسم رو بذاریم کنار، عملگرایی رو بذاریم کنار، صرفا برگردیم به بحث مثال شما. شما گفتید که ما قدیم یک نگاه کلی درباره اوتیسم داشتیم، بعد اومدیم دیدیم که نه، مثلا های پرفورمینگ اوتیسم هم داریم، یعنی کسانی که اوتیسم دارن و بسیار هم مثلا خوب عمل میکنن. بعد خب در واقع دانش ما در مورد اوتیسم بیشتر شد. هکینگ همچین نگاهی نداره. اون میگه اصلا اوتیسم عوض شد، مفهوم اوتیسم عوض شد. یعنی نگاهش این نیست که شما یک واقعیتی داری در اونجا که ثابته، حالا هی بهتر و بهتر میفهمیش. میگه اصلا اون واقعیت تغییر میکنه، چون اون واقعیت از جنسی است که جنس انسانی است. حالا آیا ما میخوایم که اینطور باشه؟ آیا واقعیتی که صرفاً با نامگذاری ما دچار تغییر بشه و اینطور نباشه که ما هی به سمت کشف بیشترش بریم، بلکه ما اصلا با کشفش تغییرش میدیم؟ آیا چون این واقعیتی میخوایم بپذیریم برای بیماری های روانی؟ کسی مثل هکینگ باش اوکیه، میگه بله همینه، واقعیه، در مدل هم کار میده، واقعا حرفای شما رو هم میزنه، میگه که میتونیم در مدل ایجاد کنیم، میتونیم ازش استفاده کنیم. اما تاکید میکنه که این دیگه مثل علوم طبیعی نیست، چون خود اون نوعه اینطوری نیستش که اونجا باشه و ما تلاش کنیم بهتر و بهتر بفهمیمش، بلکه اون خود نوعه داره تغییر میکنه. حالا امیدوارم یه مقداری واضح‌تر کرده باشم. اگر باز واضح نشد میتونیم بیشتر صحبت بکنیم دربارش. خیلی ممنونم. جناب علیزاده در خدمت. سلام استاد، شب بخیر. من اول جلسه دیر اومدم، ولی اینو در تایید صحبت شما میخوام بگم که ابن سینا در طبیعیات شفا فصل دوم میگه روان انسانی منطبع در بدن نیست. من از اونجا نتیجه گرفتم که بیماری روانی اگر واقعا روانی باشد در انسان نباید دنبالش در مغز بگردیم. در تایید صحبت شما. من اتفاقا امسال این بحث رو دیگه وارد درس بچه‌های فولسانس نکردم، سال گذشته اما اتفاقا یه بحثی کردیم که بیماری روانی در پزشکی قدیم چطوری بوده. وقتی کارهای ابن سینا رو میبینید اتفاقا برای بسیاری بیماری‌های روانی کاملا تحلیل‌های جسمانی داره. حالا این بحث خیلی مفصلیه و باید براتون بیارم و صحبت کنیم و وارد جزئیات بشیم، اما واقعیت امر اینه که ابن سینا اینطور نیستش که کاملا بیماری‌های روانی رو از بیماری‌های جسمانی جدا کرده باشه، بلکه با اون حالا البته مکانیزم‌های خودش که دیگه امروز مردود هستند، یه مکانیزم‌هایی برای بیماری روانی پیشنهاد داده که خب در جای خودش، حالا اگر کلاس دیگری بود و زمان دیگری بود توی این جلسات بحث نخواهیم کرد، اما در جلسه دیگری شاید بحث کردیم و اونجا میتونیم مفصل‌تر درباره‌اش صحبت بکنیم. ببخشید سرکار خانم محمودی ساری در خدمتتون هستیم. سلام و خسته نباشید میگم بهتون. توی اون قسمتی که شما داشتین انقلتایی که به هکینگ وارد میشد، دومیش که میگفتین که ما انگار به علت بیماری های روانی انگار توجه نمی کنیم میگفتین، حالا این شاید در واقع ناآشنایی من باشه، ولی تا اونجا که من میدونم ما قائل نیستیم که علت بیماری روانی مثلا تغییرات در مغز است. خود تغییرات مغز هم یک نوع بروز جسمانی انگار بیماری، نه علتش. حالا من خواستم اینو ازتون بپرسم که این کسایی که دارن این مسئله رو میگن آیا این در واقع اشتباه منه؟ یعنی این رو من اشتباه میدونم که این مسئله تغییرات علت نیست، خودش بروزه؟ مثلا تو افسردگی سروتونین کم میشه چون افسردگی رخ داده سروتونین کم میشه، نه چون سروتونین کم شده افسرده شدیم. میخوام بدونم آیا این مسئله است، یعنی نادانستگی منه یا نه اونها دارن یک چیز دیگه ای میگن که من متوجه نمیشم؟ ممنونم از سوالتون. این بحث رو چون هفته بعد مفصل خواهیم کرد، اینجا من خیلی مختصر بهتون جواب میدم. هر دو روی کرد هست. یعنی یه روی کرد هستش که بیماری های روان رو در واقع کاملا معلوله، در واقع بروز منیفستیشن
اختلالات مغزی میدونه و البته یه نگاه هم هستش که اون رو از سطح بالا به پایین میدونه. هر دو نگاه وجود داره، اما این نگاه که بیماری‌های روانی در واقع بروز اختلالات مغزی حالا در صورت مثل همون سروتونین یا مثلا اختلالات ساختاری مغز هستن هم یه نگاهی هست. هر دو نگاه هست که حالا این رو طلبتون باشه که در جلسه بعد مفصل در حدی که وقت اجازه میداد با هم صحبت کنیم. خانم علی اصغر در خدمتتون هست. سلام، وقتتون بخیر. من حالا با توجه به صحبت‌های شما چیزی که و حالا دانشی که دارم اینه که اتفاقاً تمام علائمی که ما می‌بینیم هر کدوم، یعنی حالا چه اضطراب باشه یا استرس باشه، اینها مثلا میتونه یک ترومای درونی باشه و باز هم رو آمیگدال مغز اثر میذاره. ولی یک سری بیماری ها هست مثلا همون اوتیسم، مثل حالا یه سری نابهنجاری ها یا بالا پایین بودن دوپامین و سروتونین و اینها میتونه وراثتی باشه. مثلا کسایی که به صورت وراثتی رفتارهای اعتیادی دارن روشون اثر میذاره. مثلا این که دوپامینشون پایینه، یک سری رفتارهای عادتی به شکل‌های مختلف میتونه در یک خانواده وجود داشته باشه. یکی حالا به مخدر اعتیاد داره، یکی به مثلا کتاب خوندن اعتیاد داره، ولی این رفتار عادتی وجود داره و این دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش پایین بودن دوپامین یا حالا اون بالا پایین بودن سروتونین و اینا میتونه باشه. ولی کلاً به طور کلی چیزی که من میتونم بگم اینه که هر اتفاقی که در درون میفته، مثل تروما، چون یک اتفاق درونیه، میتونه روی مغز اثر بذاره و روی بخش آمیگدال مغز اثر بذاره و خب اثراتش میشه اختلالات روانی یا مثلا همون مسائلی که پیش میاد. مثلا کسی که بهش تجاوز شده تو بچگی و اون تروما براش اتفاق افتاده و حالا میتونه در بزرگسالی اون اختلالات شخصیت رو داشته باشه. من حالا اون مسئله طبیعی رو میگم هست، ولی نوع انسانی که حالا شما مطرح کردین، به نظر من یک سری عواملی وجود داره که این اختلالات روان روش اثر میذاره و همش هم به مغز مربوط میشه. خیلی ممنونم. شما خب همین دسته‌ای که آخر مطرح کردیم هستید و دیدگاهتون اونه، خیلی هم عالیه. من با این دیدگاه موافق نیستم، اما دیدگاهی هستش که بسیاری دارند و حالا در جلسه بعد راجبش صحبت میکنیم، اما دیدگاهی هستش که بسیاری دارن و ممنونم ازتون که مطرح کردید و به اشتراک گذاشتید. جناب منصورپور در خدمتتون هست. سلام آقای دکتر، صدا میاد؟ خیلی ممنونم از ارائهتون، لذت بردیم. فقط یه سوال کوتاه میخوام بپرسم چون یه قسمتم از دست دادم، واقعا نمیدونم مفهوم مطرح شده. این اثر دوری که فرمودید چقدر، چون به محض اینکه مطرح شد در ذهن من این مفهوم اثر انتظار که خب در نوروساینس خیلی مطرحه، اصلا شواهدی داریم در تایید این قضیه که اثر انتظار، نه حالا بس میشه به اون بحثای جذب و این حرفا، نه، ولی این اثر انتظار خیلی مطرحه. حالا بحثایی مطرح شده مثلا در مورد همین پاندمی، یه نظریاتی مطرح است میگن اگر که مثلا اسم در واقع کرونا، اسم جدیدی روش قرار داده نمیشد، کرونا قرنطینه اینا مطرح نمیشد. این نظر دیگه ممکنه هر کسی نقد داشته باشه. به این میزان تلفات، یعنی انتظاری که ما داشتیم از این تلفات، این باعث شد این تلفات حالا به میزانی که است بالا بره. این اثر انتظار، میخوام ببینم این اثر دوری چقدر نزدیک با این مفهوم اثر انتظار. ممنونم. بی ربط نیست. ببینید که یکی از مکانیزم هایی که ممکنه این اثر رو داشته باشه ممکنه همون باشه، اما واقعیتش اینه که اثر دوری خیلی مفهوم بزرگتریه، یه مفهومی که در سطح اجتماع و با برهم کنش عناصر مختلف اجتماعی به وجود میاد. این نیست که فقط یه مکانیزمی مثلا در مغز باشه و ما این رو فرو بکاهیم اثر دوری رو به اون مکانیزم. یکی از مکانیزم های دخیل در این اثر دوری میتونه چون این مکانیزم هایی که شما اشاره کردید باشه، اما مفهومی بزرگتر و فضایی که اتفاق میفته فضایی است بزرگتر، فضایی است چند بازیگری و فضایی است در سطح اجتماع. جناب کجباف. سلام، مرسی از توضیحاتتون. من یه سوال داشتم در رابطه با سوال خانم علی اصغری و عسکری بود، باز مرتبط با همونه تقریبا. حالا نمیشه
یا این طرفی یا اون طرفی نبود تو این دیدگاه دیدگاه برهم کنشی داشت. نمیشه ما بیایم بگیم که هر دو سمت دارن نقش بازی میکنند، یعنی با همدیگه برهم کنش دارن. همونطور که یه سری چیزای ژنتیکی رو داریم که مثلا حساسیت فلان رسپتور فلان نوروترانسمیتر میتونه نقش داشته باشه توی تمایل در واقع احتمال مستعد بودن یک نفر به یک بیماری که میدونیم وجود داره. یک سری هم عوامل در واقع رفتاری و محیطی هستن، حالا چه ژنتیک، حالا حتی اپیژنتیک هم میتونیم بیاریم وسط که چیز باشه. نمیشه این وسط یا این طرفی یا اون طرفی نبود. یعنی من همیشه برام سوال، یعنی من مشکل دارم کنم با فلاسفه، چون فلاسفه معمولا یا این سرن یا اون سر. خیلی کم پیش میاد که بیان با همدیگه بپذیرن که میشه یه حالت چیزی داشت. یعنی برای مقایسه ها میرن یا این طرف یا این سر طیف یا اون سر طیف که چیزه. و یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید، در مورد تعامل در واقع رابطه مغز و ذهن، شما خودتون امرجنتیسم رو چیز دارین، قبول دارید؟ حالا چون خواستم بپرسم. مرسی. در مورد سوال اولتون، ببینید چرا میشه برهم، اولا که فلاسفه اینطوری نیستن بندگان خدا، بسیاری فلاسفه هم به برهم کنش دو طرفی معتقدن. شاید احتمالاً جواب درست هم همین باشه، اما من اصلا کار ندارم که چه مکانیزمی رو شما میارید وسط. به محضی که شما بپذیرید که این مفهومی که شما تعریف کردید به اسم بیماری روانی، با شناخته شدن این مفهوم، بدون اینکه حالا نگیم بدونه، یعنی بدون اینکه ما بتونیم کاملا با عوامل طبیعی توضیحش بدیم، این شروع میکنه تغییر کردن و مفهومش متفاوت میشه. وقتی تعریف بیماری شما یه تعریفی باشه که قابلیت تغییر چنین داشته باشه، باز با هکینگ طرف هستیم. یعنی هکینگ به نظر من دیدش این نیست که بابا اصلا زیست شناسی نقشی نداره، اتفاقا معتقد زیست شناسی هم شاید نقش داشته باشه، اما تمام اون عواملی که شما کنار هم بذارید با یه نوعی طرف هستید که اون نوع سر جاش وا نمیسته، هر جا میخوای بری بگیریش در میره، هی همین که دستتو میبری به سمتش باعث میشه که اون نوع جای خودش رو عوض بکنی. خیلی با این قضیه مشکلی نداره. در مورد سوال دومتون، من شخصا امرجنتیست هستم، همونجوری که جلسه قبلم گفتم، اما امرجنتیست بودن انواع و اقسام مختلفی داره که حالا من دیگه حالا راجع به اینکه چه جور امرجنتیستی هستم شاید یه زمان دیگری مفصل با هم صحبت کنیم، اما میگم شاید بیشتر به بحث جلسه بعدمون مرتبط باشه. خب یک سوال دیگه، خانم رفاهی عزیز در خدمتتون هستیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. من سوالی که داشتم این بود که چقدر این نظریه رو و کلاً این ماجرا رو میشه از دیدگاه یا از بحث‌های زبان و تفکر دنبال کرد، یعنی تاثیرگذاری زبان روی تفکر و تفکر زبان، و حالا نظریه‌ای که مربوط به این ماجرا است، این که زبان وقتی که اتفاق میفته ما کلمه پیدا میکنیم، مثلا ما یه سری چیزا رو میبینیم در ساده ترین حالتش این که رنگ آبی از یه جای به بعد اصلا انگار به وجود اومده، یا فرهنگ هایی که طیف بیشتری اسم برای یک رنگ دارن بیشتر حتی اونو میبینن، و خب احتمالاً توی پزشکی هم این حالت به وجود میان و این زبان و تفکر و پدیده ها و نظریه‌ای که بر اساس این ماجرا هستن چقدر تو اینجا نقش میتونن ایفا کنن؟ ممنون سوالتون، خیلی میتونن نقش بازی کنن. دقیقاً ایده هکینگ همینه. هکینگ در واقع میگه که شما وقتی که، حالا البته باید ببینم شما به کدوم ایده های اون به اصطلاح فضا علاقه‌مندین، اما به هر حال همین مسئله درش مطرحه که وقتی که شما یک کلمه ای ایجاد میکنید تفکرتون عوض میشه و تفکر شما باز بر اون کلمه، جهان شما عوض میشه پیش و پس از به وجود آمدن کلمات و معرفی کلمات. لذا اون فضایی که شما معرفی میکنید به این فضای بحث ما کاملا مرتبطه و میتونه خیلی میتونیم راجع به اونم صحبت بکنیم. فقط خواستم این درخواست رو بکنم، چون که خانمی که صحبت کردن و مطرح کردن، این فلسفه های زبانی و رابطش با در واقع تاثیر دوری که هکینگ مطرح کرد خیلی میتونه به نظرم به بحث کمک بکنه، مثلا بحث ویتگنشتاین، مخصوصا ویتگنشتاین دوم و تاثیر اون هستن بر سبک زندگی میتونه خیلی به اصطلاح کمک بکنه تو این بحث، یا اون بحث در واقع فوکو در مورد مسائل مختلف به ویژه مسئله جنون. خواستم که اگر ممکن بود توی جلسات بعد امکانش اگر فراهم شد در مورد این هم
صحبت بشن. خیلی ممنون. ببخشید جناب ریحانی، من آخر صحبتتون نشیدم، اما اشاره کنم که درسته اون ویتکنشتاین که خب بحثش خیلی مربوط، خود مقالات هکینگ هم بعضا به کارهای ویتکنشتاین اشاره داره. اون بحث فوکو و بحث مفهوم جنون فوکو در بحث جنبش ضد روانپزشکی درباره‌اش صحبت می‌کنیم و اون بحثی هم که شما میگید واقعا بحث خوبیه که میتونیم اضافهش کنیم. حالا شاید در قالب این درس فرصتی نباشه، اما اگر جلسات دیگری داشتیم پیشنهاد بسیار خوبی است و میتونیم باهاش صحبت کنیم، راجبش صحبت کنیم. ممنونم از پیشنهادتون. خب بریم و طرح مسئله داشته باشیم. خب ببینید مسئله ما اینه و باز خواهش میکنم که هر دیدگاهی که داشتید حتما به اشتراک بگذارید. ببینید فرض بگیریم که ما میخوایم بیماری روانی رو طبق DSM تعریف کنیم، یعنی نریم به سمت مثلا الگوهایی که عنایه مش داره، آرداک داره که الگوهای بیشتر زیست شناختی هستند. فرض بگیرید که ما بیماری روانی رو میخوایم به همین شکلی که در DSM هست تعریف کنیم و فرض بگیرید که واقعا شواهد خوبی چنان که هکینگ به ما نشون میده در مورد اثر دوری داریم و واقعا میبینیم که چنین اثری اتفاق میفته. آیا به نظر شما این به ما نشون میده که روانپزشکی یک علم طبیعی نیست؟ آیا باعث میشه که روانپزشکی از دایره علم پزشکی طبیعی و علم پزشکی به صورت کلی خارج بشه و بره به سمت بیشتر علوم اجتماعی و علوم انسانی؟ یا اینکه شما همچنان فکر میکنید که ما میتونیم با وجود این شرایط روانپزشکی داشته باشیم که یکی از علوم طبیعی تلقی بشه؟ این سوال ماست. من ضبط صحبت هامون رو دیگه قطع میکنم و ازتون خواهش میکنم که نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.